تاجیکان مقیم ولایت مختار شینجان اویغور چین که یکی از قوم‌های قدیمی این کشور به شمار می‌روند، عقاب را همچون رمز قهرمانی ارزیابی می‌کنند. شبکه جهانی تلویزیون چین در گزارش از این استان تاکید می‌کند که در طول عصرها تاجیکان به واسطه نی صدای عقاب را تمثیل می‌کنند و رقص عقاب میراث فرهنگی تاجیکان است. رقاص مثل عقاب در هوا پرواز می‌کند. به گفته مؤلفان گزارش، رقص عقاب را تنها و یا دو نفری اجرا می‌نمایند. در ماه می سال 2006 حکومت چین رقص عقاب را در فهرست میراث فرهنگی ملی شامل کرد تا آن زیر حمایت قرار گرفته به نسل‌های بعدی رسانیده شود.